با برخورداری از لفظ گوارا سخن سبز و موزون پیشوای معظم ملت بابت اعلام داشتن هدف چهارم استراتژی ملی کشور صنعتی کنانی با صورت مملکت صاحبکاران لایق و موفق سرتاسر پاکبومی بیکر زیبای ما تاجیکستانی آباد و آزاد سعی بران دارند که در تطبیق عملی این سیاست سازنده سهمی با بقا و ارزشمند خویش را گذارند. از اینجاست که صاحبکاران موفق و اصیل ولایت ختلان بر طبق دستور راهنمای رئیس ولایت برای بازدید و شناسایی با فعالیت کارخانه‌های صنعتی درواز به خصوص پارک اینواسیونی صنعتی و تکنولوژی ناحیه درواز که با سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بنیاد یافته ضمن تشریف قدم ارزانی داشتنش به ناحیه درواز ماه آگوست سال روان و فعالیت استحصالی آغاز نموده است دیدن نمودند. صاحبکاران موفق و مسئولین مقامات شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان را در پیشگاه پارک معاصر اینواسیونی صنعتی و تکنولوژی رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه درواز خوشپذیرایی نمودند. ابتدا گروه صاحبکاران و مسئولین ولایت ختلان از دو گرمخانه زمانوی کلان حجم که با درازی 48 متر برای پرورش سبزیجات تر و تازه بنیاد یافته در آنها پمیدار، بادرینگ، قلمفور تیز و سلات پرورش می‌یابند دیدن نموده با پرسش‌های خود جواب‌های صلاح اندیشانه دقیق و قانع کننده گرفتند. اطلاع از آن دادند که پرورش در مجموع 19 قطار پمیدار، بادرینگ، قلمفور بلغاری از داخل و خارج کشور در گرمخانه پرورش می‌یابند. غذادهی و تأمین حرارت و آبمانی قطرگی با اصول اداره کنی دقیق کامپیوتری به راه مانده شده حاصل دلخواه هم به دست آمده است که باعث قناعتمندی اهل زحمت گرمخانه زمانوی است. بعداً صاحبکاران در کارخانه معاصر تولید محصولات مختلف آنتیسپتیکی و دیگر لوازمات طبی نگرانیده شده و با خطهای تکنولوژی حاضر زمان وصل و نصب گردیدند شناس شده. از فعالیت استحصالی آن شرایط کار و پایمزد اهل زحمت معلومات صحیح گرفتند. در کارگاه استحصالی نقاب و دستپوشک، خلعت محافظتی و عینک‌های طبی برای طبیبان که استحصالش وسیع به راه مانده شده است مسئولین اظهار داشتند که کارگاه با فعالیت ثمره بخش خود میتواند من بعد همه مؤسسه‌های تندرستی ولایت و جمهوری را با چنین لوازمات ضروری استحصال محلی تامین نمایند. از فعالیت ثمره بخش پارک معاصر اینواسیونی صنعتی و تکنولوژی برمی‌آید که صاحبکاران موفق و سازنده کارگاه معاصر صنعتی را با دستگاه و تجهیزات پیشرفته استحصال دولت‌های عالم تامین نموده استحصال همه نمود محصولات استحصال شونده را جوابگوی معیارهای جهانی به راه مانده‌اند. مقصد تشریف آوردن به ناحیه از آن عبارت است که کارخانه‌هایی که از طرف صاحبکاران در این ناحیه با جلب سرمایه‌گذاری ساخته شدن دیدن کردیم و از اون به خلاصه اومدیم که هستند صاحبکارانی که در وطن ما سرمایه‌گذاری خوب میکنن. از اون جمله ما از نام خودم و از نام تمام تشریف آوردگانی که صاحبکاران که از ولایت ختلان به این ملت تشریف آوردن نیازهای خود را بیان می‌نمایم. چون که ما با کارخانه دنگ شناس شدیم که حتی آنالوگشون در جمهوری وجود ندارد. بازدید از کارخانه استحصال و کارکرد عسل با برند خاص این کارگاه برای صادرات به کشورهای جهان که طلبات بازار جهانی را جوابگو می باشد توجه صاحبی در کارخانه دیدن نموده با رهایش خاطرمان و آرزوهای آینده ساز بنیاد چنین یک کارگاه معاصر در دیار خویش راه جانب قلعه خم مرکز ناحیه پیش گرفتند. این بازدیدها اگر چقدر که بسیار شوند و مناسبت صاحبکاران نقض می شود. لحظه چند صاحبکاران امکان پیدا نمودند که با شرایط کاری کارخانه دوزندگی مرکز بانوان که با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت سال 2015 فعالیت استحصالیش را آغاز نموده است شناسایی پیدا نمایند که در این کارگاه معاصر بیشتر از 150 نفر زنان بانوان کهساره درواز از ذکر خیر صاحبکاران آینده ساز وطن صاحب جای کاری دائمی گشتند. سیر باغ تازه بنیاد فرهنگی و مرلند ناحیه درواز برای مهمانان تأثیرات خاص و حلاوت بخش را هدیه نمود. همچنین صاحبکاران موفق ختلان زمین لحظه چند با فعالیت استحصال کارخانه کارکرد سنگ مرمر، بریش و استحصال ورق سنگ ها شناس شده سر یک پیاله چای اجدادی تأثیرات و نقشه های آینده ساز خویش را بهر آبادی دیار آینده نیک و برای تاجیکستان آزاد بیان داشته درخواست آن نمودند که صاحبکاران موفق درواز
باز هم از خطلان زمین که از شهر استقلال وطن برخوردار گشته است دیدن نمایند تا در همبستگی کامل سهمگزار در پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان آباد و آزاد باشیم.